سلام علیکم، شب روزتون بخیر. خوش اومدید به یک قسمت دیگه از گیک آکادمی، پادکستی که من به همراه رادنی رفیق خفنم، آرتیست مستقل و گیمر درجه یک با هم تولید میکنیم. راجع به سرگرمی حرف میزنیم، راجع به دغدغه‌هایی که تو این حوزه داریم و امیدوارم که برای شما جذاب باشه. سلام راد. سلامی. چطوری؟ میزونی ردیفی؟ گیر کرد دقیقتا آقای گلخانی، یعنی حالت نورمال این برنامه اینجوری پیش نمیره. بله خواهش میکنم. آقا عرض کنم خدمت شما که ما برگشتیم با یه اپیزود. فکر میکنم که مطمئنم یه اپیزود دیگه هم به دستتون میرسه علاوه بر اینی که دارید میبینید. در واقع لوکی شروع میکنیم و راجع به اون صحبت میکنیم. در ادامه قراره یک گیک آکادمی دیگه هم داشته باشیم، گیک آکادمی گیمینگ اون و فضاش حالا به فضای دیگر محتوای چنلمون نزدیکه. ولی خب امروز توی این موضوع میخوایم کوتاه و موجز صحبت کنیم در رابطه با اینکه چرا بعد از مدت‌ها مارول یه مقدار شاید ارزش صحبت کردن پیدا کرده، به خاطر اینکه حالا گاردینز آف گالاکسی رو که اگر فاکتور بگیریم اون وسط، مارول بسیار هوادارا رو ناامید کرده بود. یعنی ما وقتی چشمانداز چنلمون رو نگاه می‌کردیم برای که محتوای جدید بسازیم، این بود که خیلی قرار از مارول محتوا بسازیم، ولی وقتی که پیشرفت ماجرا و اتفاقای مدیریت دیزنی و این داستان‌ها، کلا به این نقطه رسیدیم که گذاشتیمش کنار و گفتیم مثلا برای خودمون وقتی جذاب نیست، اصلا مهم نیست که برای مخاطب جذاب باشه. شما اول خود باید لذت ببری از محتوا، بعد برای بقیه راش کنی. اما حالا یک در واقع سریالی برگشته و فصل دومش که ذره کار متفاوت کرده و اون هم چیزی نیست جز لوکی. رادنی، چرا لوکی و سیزن دومش نوید بخش یک تغییره و ما فکر میکنیم که اگر حالا با رادنی قبل ضبط میگفتیم که میزنه عدل اپیزود دوم یه چیز عجیب غریب رو میکنن و مثلا ما کلا خیت میشیم این وسط، مثلا کلا اون چیزی که باید اتفاق بیفته نمیفته. ولی خب حالا این شروع پرامیسینگ و این در واقع اتفاقی که افتاده، چرا الان کلا ارزش داره راجع بهش صحبت بکنیم؟ واقعا دقیقاً یکم زوده واسه قضاوت کردن که بیان بگیم آقا حتما این الان قراره یه چیز خفنی در بیاد و حالا هرچی. اما خب از اون جایی که یکم مارول تو وضعیت خوبی نبوده، احساس میکنم خواستن که این یه دونه پروداکتی که یه دونه محصولی که این وسط توی این فیزهای آش شل قلمکار اومده بیرون و خوب در اومده بود و تو همون کیفیت نگه دارم. و همون اپیزود اولی که میبینیم مشخصه که پول زیاد خرج کردن، یعنی برعکس یه چیزی مثل سیکرت اینویژن، جلوه ویژه ها اسم نباید لطفا هزینه زیادی کردن، هم از کست مشخصه، از کیفیت بازی که دارن ارائه میدن مشخصه که بازیگرام حتی اهمیت دادن به نقششون، برعکس همون که اسمشو نبریم. و اینکه واقعا پلات پوینت هایی که بهشون اشاره میکرد و اتفاقی که تو اپیزود اول میافتاد، چرا دروغ بگم، من انتظارش نداشتم یه چیز خیلی ملویی که بگیم حالا 2 تا 3 تا اپیزود دیگه شاید خوب میشه ببینیم. بله دقیقاً. یه نکته وجود داره و اونم اینه که لوکی تونسته در سال 2023 به دومین اوپنینگ 3 روز اول دیزنی پلاس تبدیل بشه با فکر میکنم 10.9 میلیون ویو پشت سر فصل سوم مندلوریان. نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از پایان فصل اول، من بچه‌ها اونایی که در واقع محتوا دنبال کردن میدونم من عاشقانه دوست دارم فصل اول لوکی رو به عنوان یه در واقع محتوا، اصلا فارغ از این که اول قهرمانی هست و این داستان ها. و علت اصلیش هم اینه که بسیار 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 خوب قصه میگه و خیلی دقیق و خفن این کارو میکنه. و چیزی که الان داریم ما میگیریم بعد از مدت ها، بعد از در واقع میشه گفتش سالها، یه چیز درجه یک در همون کیفیته، با این تفاوت که بعد از این که سیزن اول تموم شد، خالق لوکی
در واقع کسی که سریال رو برای تیوی داشت پروداکشنش رو پیش میبرد، در واقع پروداکت رو میچید برای تیوی، گفت من کارم باش تموم شده و در واقع دیگه نمیخوام قصه بگم. این خیلی ها رو نگران میکرد. اما حالا میبینیم مثلا یه زوج جدیدی اومده کار کرده و کارم در اومده و رادنی این رو میخوام ازت بپرسم که چرا به نظرت اپیزود اول اپیزود وایلد و خیلی عجیب غریبی بود؟ من خودم شخصا اگر بخوام بگم جواب این سوالو کوتاه و پاس بدم بهت اینه که به نظر من از دل کمیک بوک اومده بود و من اصلا تصویر شدن این چیزایی که لوکی لعنتی توی فصل اولش و حالا این تک اپیزود فصل دومش، اگر من معتقد نیستم به این قضیه صرفا به خاطر لفظ آمیانش میگم چشمش نزنیم اگه واقعا به قول شلون کوپر یه حرفی داشت میگفتش که فلانی شانس آورد، اون تو شانس اعتقاد نداری، ولی دلیل نمیشه شانس نیاره. حالا قضیه اینه که آره دیگه بالاخره اتفاقی که میفته. آقا تو چجوری میبینی در واقع شرایط این اپیزود رو و اصلا چرا حس میکنی که یه استارت خوبه و چی وایلدش میکنه، چی متفاوتش میکنه در کل؟ دقیقا حرفی که خودت زدی، وایب کمیک بوکی خوبی داشت، همون دلیلی که گاردینز گالاکسی کار کرد، همون دلیلی که حتی واندا ویژن کار کرد. مشکلی که الان مارول داره، از جمله همون اسمش نبریم داشت، این بود که هیچ سعی نکرده بود هیچ رفتی به کمیک داشته باشه. یعنی اومده بود لزوما فقط بگیم که کار خودش انجام بده و بره. و این محتوایی که ما داریم میگیریم بالاخره یه لگیسی دارن، تو باید کاراکتر رو بشناسی، بدونی که آقا این کاراکتر یه بالا پایینی داشته تو این باز زمانی، نه اینکه الان بیایم یهو از صفر دوباره بیایم کاراکتر دیولپمنت بکنیم بگیم که آقا یه کاراکتر جدیده. شخصیت پردازی اتفاق افتاده، ما 10 سال بیشتر با این کاراکترها تو این ماجرا بودیم، میدونیم میخواد چه اتفاقی بیفته تا حد خیلی زیادی. فقط تصویر کشیدن است که خوشگل باشه، ما سورپرایز بشیم از زیبایی اون تصویر، چون بالاخره استوری مشخصه، ما میدونیم قراره برسیم به سیکرت اینویژن، میدونیم قراره برسه به اون کنگ دایناستی که درست کردن. خب این پروسه قراره چه جوری اتفاق بیفته؟ این تصویری که سیزن اول میداد، این فیز اوت شدن سیکرت وارز، سیکرت اینویژن گفتی، سیکرت وارز، سیکرت وارز، ببخشید دو تا سیکرت ها تو کلم با هم ترکیب شدن متاسفم. اما خب کلا این قضیه‌ای که مثلا لوکی بین زمانها جامپ میکرد تو اپیزود اول واقعا عالی پیاده شده بود. یعنی اصلا هم منطقه خیلی تمیزی پیاده کرده بودم به نظرم من واسش، همین که جلوه ویژه‌ای اون تصویر بصری که داشت و جوری که توصیف میکنه که این اتفاق داره واسش میفته، واسه من خنده‌دار بود، واسه آقای گلخانی خیلی اذیت کننده و چیز واقعا نمیدونم این آرتیستا و اینا واقعا آدمای سنگدلی هستن. من نمیدونم چرا اینجوریه، حتی توهین به آرتیستا نشه، آرتیستای مستقلی که مثلا تصاویری که طراحی میکنن توی بله آرتیستای مستقلی که تصویر طراحی شدهشون تو پروفایل پیکچر ایکس باکسه. چند نفر ممکنه اینطوری باشن؟ ممکنه چند نفر هستن جدی توی اون. رادنی صدا تو یه ذره به خاطر این دینویزر رو در واقع کمتر داریم، سعی کن بلندتر چیز کنی که در واقع اون دینویزرت بتونه ردش بکنه. ولی خب اوکی در کل، چون ما ارتباطمون آنلاینه برای گیک آکادمی، بچه‌ها هم چیزش میکنن. منظورم در واقع اون چیزه، اون کم کننده صدا و نویز چیزته. بعضی موقع خنده ها تو نمیگیره، ما خنده های نمکی تو از دست میدیم و اون جاییه که واقعا ببین اینجا جاییه که شو لطمه ویو میفته، یعنی ویو اینجا آروم داره واچ تایم میره بالا، ولی این هدفون شما اجازه نمیده. از طرفی بچه حالا اینم بگم، خیلی راجع به صدا و اینا فیدبک میدید به ما، یه برنچ کوچولو بزنم. رادنی از اونجایی که کلا خیلی آدمای مهربونی هستن خانواده‌شون، 4 تا سگ دارن و این 4 تا دوست ما به شدت پرسرصدان. رادنی معمولا
دقیقاً الان رادنی بخاطر اینکه اصلا صداش از اون لای یک فیلتری رد میشه همینه، چون اینا کلا با هم در حال جنگ هستن. آقا مالتیورس آف رادنیز داگز رو رد میکنیم، میریم سراغ یکی دو تا صحبت پایانی در رابطه با لوکی و ماجراش. یکی این که چه انتظاراتی داریم. رادنی چی باعث میشه آخر این سیزن تو بگی که ایول لوکی خیلی خفن بود و تاپ کرد و درجه 1 بود؟ واقعا میگم سیزن قبلی جوری که کنگ اومد معرفی کرد، من خودم شخصا انتظار نداشتم توی سریال مارول بخواد ریسک بکنه و همچین کاری انجام بده. هممون سورپرایز شدیم. یعنی میگفتیم که آقا تیوی شو اسکیلش کوچیک‌تره، قرار نیست اونقدر یا اپیک باشه یا جلو ویژه آنچنان خفنی داشته باشه یا استوریش انقدر مرتبط باشه. اما لوکی سورپرایزمون کرد. یعنی من حداقل یه همچین چیزی رو باز از لوکی انتظار دارم یه کانکشن گنده‌ای به اون اونجرز یا فیلم گنده بعدی که مرتبط باشه به همین مولتیورس و اینجور چیزا، یه ایسترگ، یه ریفرنس، حتی یه کمیویی که مثل خود اپیزود آخر که کنگ اومد ما یه کاراکتر مثلا چه میدونم دکتر دوم مثلا ببینیم. خیلی دیگه خواهش میکنم آرومتر. خواهش میکنم چون ببین شما همینجوری پیش برید 2 دقیقه دیگه میگی مفیستو، یعنی همینجوری آروم not the bears آره میگی. ولی چیزی که یکی چنله که خیلی روی این موضوع پافشاری آره چنل اسکرین کراش خیلی رو مفیستو تاکید داره همیشه. و خب منم شخصا فکر میکنم رادنی اگر برای این 6 تا اپیزود ما باز همینجوری ویژوالیزیشن با کیفیت خوب کامیکی بگیریم و در کنارش غافلگیری، من اونقدری که تو سیزن 1 این در واقع سریال غافلگیر شدم، میتونم بگم واقعا در جریان مثلا تاریخ روم باستان نشدم. چون تاریخ روم باستان اینجوریه که مثلا یه سری خنجر آدم مختلف به هم میزنن دیگه، اینجوری میچرخه دونه دونه. یونان هم همینه، در کل تاریخ باستان کهن همین. ولی برن داداش، آره همه داداش در واقع خنجر از پشت میزنن. منم اینجوری فکر می‌کنم راجبش. حالا ببینیم اصلا ببینیم محصول چی میشه. اونی که فکر میکنیم در میاد در ادامه. ما فقط 1 اپیزود دیدیم و شاید با خودتون بگید خب شما که 1 اپیزود دیدید چرا این ویدیو رو ساختید؟ یکی این که اولا هر گیک آکادمی بهونه‌ای برای صحبته و در واقع بهونه‌ای برای باز کردن کانورسیشن، پرداختن به یه موضوعی. و علت اصلی که ما بعد از مدت‌ها، باز دارم تاکید می‌کنم، بعد از مدت‌ها اومدیم اینجوری اختصاصی و با خبر خوب برای مارولیا اومدیم و سیکرت اینویژن رو بررسی کردیم و خب بعد چی میتونیم بگیم راجعش واقعا. ولی خب الان راجع به محصول داریم صحبت کنیم که امیدواریم، خوشحالیم و این برای ما خیلی قوت قلبه. همونطوری که حدود فکر کنم دیگه اضافه کنم که حتما دقیقا ما فن چیزای کلن کامیک بوکیم، فن مارولیم و میخوایم که این محتوا خوب در بیاد و وقتی که بد در میاد ضد حال گنده واسه ما به حساب میاد. ما دوست داریم واسه بلو بیتل محتوا درست کنیم، دوست داریم واسه شزم این مدت چیز بود. سیکرت اینویژن هم ببین یه چیزی بگم تو پرانتز، سیکرت اینویژن علت این که ساختیم این که دیگه از یه حدی انقدر بدتر بود و دیگه صدای آدمو در میآورد، به یه لگسی داشت توهین میکرد. آقا اعتراضمون رو نشون بدیم. و یعنی نکته اینه که من حالا داشتم همون لحظه میگفتم، راد گفت ما حدود 9 ماه 10 ماهه که خیالمون از بابت یونیورس دی سی یکم راحت تر از همیشه است و خدا رو شکر برایتی هم امروز گفته بود که نه زک اشنایدر و نه ترکیب در واقع گلگدوت افلک و اون در واقع جاستیس لیگش دیگه، جاستیس لیگ که خودش داره، قرار نیست که برگرده. به خدا آخه نمیخوام چیز کنم، اصلا نمیخوام اذیت کنم کسایی که دوستش دارن این داستانا، ولی خب نمیخوره دیگه. اون that's another era. حالا بعدن که خواستن دقیقاً به مالتیورس خواستن بپردازن، حالا میپرزنش. ولی امیدواریم اتفاق خوب پیش بره. رادنی یه وایلد گس هم برای، یعنی یه
یه دو تا چیز بهم بگو، چون میخوایم برای مؤخره بریم. اونم اینه که یه چیزی که مطمئنی ولی مثلا همه اینجوریه، نه بابا اینطوری نمیشه، از این فصل لوکی بهمون بگو، چون تو از این چیزا جالب زیاد میگی. یکی هم این که یه وایلد کارد هم کلا بگو، که حتی وایلد کارد تو گفتی دیگه، گفتی دکتر دوم تو اپیزود آخر که دیگه کارت هم دکتر دومه، اما واقعا میگم برای اولین بار I have no idea، اصلا نمیدونم قرار، اصلا نمیتونم صفر به طرز عجیبی صفرم، چون میدونیم نهایتا احتمال داره برسیم به معرفی کنگ ها و چند ورژن کنگ ببینیم. میدونم شاید بک استوری کرییشن ساختن تی وی ای رو بهمون نشون بدن، 100% موبی سوار جت اسکیش فاینلی میشه. نمیدونم شاید یه بک استوری خیلی خفنی درباره میس مینیتس بهمون بیان بگن. اما واقعا میگم اون مسیر کلی سریالو که به کدوم ور امکان داره بره صفرم تا حد خیلی زیاده. تمام چیزایی که گفتم چیزایی که رو تریلر میشد حد زد. متوجه. نه کاملا حق میدم که خیلی سردرگم کننده باشه و جذابیت لوکی همینه که ما هر هفته واقعا منتظرش باشیم و هر هفته این جذابیت رو حفظ کنه. من چیزی که بسیار بسیار وایلد کارت برای من شخصا اینه که در انتهای این سیزن در کل اصلا شروع بشه، یعنی اصلا اون چیزی که داریم اون اند گیمی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم در رابطه با سیکرت وارز و در رابطه با کنگ داینستی و ماجراهای مرتبط باش، اصلا یه بخش مهمیش اپیزود آخر باشه. این وایلد کارت همه یه چیزی هم که بخوام بگم حدس میزنم و همه اینجوری هن که نه بابا مثلا اینجوری نمیشه و این داستان ها، نمیدونم، واقعا نکته خوبی هم اومدم اون سوال سخت رو از تو بپرسم، یه ذره وقتی دیتا رو میگی خودم هم یه دوتا دیتا توش ماین کنم، همونو یه ساندویچ جدید تحویل بدم. ولی اینجا واقعا اینش برای من جذاب، یعنی یکی از نقاط قوت این سریال در کل اینه که حد زدن راجبش سخته، این همین تایملاینای در حال برند شدن هی برنچ میشه و بزرگتر میشه. عالی اینم از این گفتم آری که آقای هر چیزی اینجوری میگفتی که آقای فامیل دور میگو برا عالی و بله گفتم آری عالی. دم شما گرم، مرسی که همراه بودید. بله میبینیم که بالاخره خنده‌های نمکی آقا رادنی یه جاهایی رد میشه از این در واقع سایلنسر و این ماجراها و نمیدونم صداگیر و این داستانا. آقا دوستتون داریم زیاد، مرسی که همراه هستید. یه گیک آکادمی دیگه همین روزا داریم، فکر میکنم بازم به زودی خواهیم داشت چون ریلیزهای بزرگ هستن، راجبشون میخوایم صحبت کنیم. مثلا الان که دور احتمالاً جفتمون درگیر بشیم دیرتر راجبش صحبت کنیم یکم. هست این وسط بازی هست راجبش حرف بزنیم، فورزا موتور اسپورت رو ممکن حرف بزنیم، ممکنه که احتمالش خیلی زیاد اصلا روش کانتنت بریم و ببینیم استقبال اون فضا چجوریه، چون آلردی قول یه میزگرد با حال تخصصی بهتون دادم، ولی خب گیک آکادمیش بستگی داره. اون دیدن داره. اون چی بود صدا تیزی شد. میگم اون میزگرد دیدن داره. مخلصی آقا، دعوت گرم. ببینیم آره اون چجوری پیش میره و حالا داریم ویدیو دیگه، ویدیو استارفیلدمون هم از دست ندید. دوستتون داریم. درجه یکید @رادنی امیر ابراهیمی @رادنی امیر ابراهیمی یوزر رادنیه، حسن خان جونیور هم یوزر منه. هر جایی که حال کردید دنبال بکنید. اگر دوست داشتید میتونید که با لایک کردن این ویدیو و کامنت گذاشتن از ما حمایت بیشتر کنید. دمتون گرم. در جایی که مراقب خودتون باشید تا یک گیک آکادمی دیگه. فعلا خداحافظ.